و چقدر علما به خاطر دیدن جمال الله حیات خود را در این دنیا در ترمه ها و در زندان ها می گذرانند و چقدر هزارها جوان به خاطر دیدن جمال الله سبحانه و تعالی در این راه شهید شدند. این ارزنده است. جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. مؤمنین و موحدین و مسلمین، مرد و زن، کوچک و بزرگ، کسی نباشد، اینها هستند که الله سبحانه و تعالی را میبینند. در روز قیامت نظر به جمال الله میکنند، قلبهایشان آرام میگردد، رضایتی الله را احساس میکنند، خرسندی که هرگز از روزی پیدا شده نشد تا امروز در اونها دیده نشده بود و خرسندی که هرگز تصور کردنش هم ناممکن است. این دیدن جمال الله رب العالمین است که همه پیامبران به خاطر دیدن جمال الله دعوت خود را شب و روز انجام میدادند و صبر میکردند و چقدر علما به خاطر دیدن جمال الله حیات خود را در این دنیا در ترمه ها و در زندان ها میگذرانند و چقدر هزارها جوان به خاطر دیدن جمال الله سبحانه و تعالی در این راه شهید شدند. این ارزنده است. بله برادرم، این ارزنده است. این دیدن جمال الله است، این رضا شدن الله است. تمام زمین و آسمان ها که در بین این دنیا هست، قسم به الله به یک لحظه نظر کردن جمال الله نمی ارزد. این همه چیزهایی که امروز من و شما را از الله می دارد، به یک لحظه نظر کردن الله، به یک ثانیه نظر کردن جمال الله نمی ارزد. این چیزها در نزد جمال الله ناچیز است. پس الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن خبر داده است که وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، رویهای هستند که در روز قیامت نظر میکنند، نظر کنندگان هستند. ناظره الى ربها ناظره، نظر میکنند به سوی ربشون. این آیت سوره قیامت آیت 22 و 23 دلالت میکند که رویهای مؤمنین و موحدین هستند که به طرف بالا نظر میکنند، به جهت نظر میکنند. جهت چگونه که رسول الله وقتی به صحابگان تعلیم دادند به جهت بالا اشاره کردند. بله، الله ذاتی که از همه چیز بالا است، الله در بالا است و در وقت دیدن جمال الله هم از جهت بالا میبینی، در بلندی میبینی، نه در پایان. نظر میکنند به جهت بالا و الله را میبینند. و این آیت سوره قیامت 22 و 23 100% اثبات میکند دیدن جمال الله سبحانه و تعالی. و این آمنت بالله است. کسی که دیدن جمال الله را ایمان ندارد، آمنت بالله ندارد، کفر ورزیده است به این آیت های قرآن. سوره قیامت آیت 22 23.
و آیات‌های دیگری که الله سبحانه و تعالی میگه للذین احسنوا الحسنى و زیاده. للذین احسنوا، اونهایی که در دنیا احسنوا ای اخلصوا العمل لله، عمل خالص برای الله کردن. یعنی چی؟ یعنی موحد بودن در این دنیا در روز قیامت برای اونها حسنا، جنت داده می شود. یعنی برای موحدینی که در این دنیا موحد بودند، یک تا پرست بودند، در روز قیامت برای اونها حسنا، جنت داده می شود. آیا به همین تمام است؟ مکافات تو فقط جنت است؟ نه، بلکه و زیاده. از جنت هم یک چیزی زیادتی است. چی است؟ دیدن جمال الله سبحانه و تعالی، که این بزرگترین نعمت و بالاترین نعمتی که در جنت است. از این بزرگتر دیگر نیست. هم نشست شدن به پیامبران و شهدا و صدیقین، این چقدر بزرگ است، لیکن باز دیدن جمال الله است. الله همه ما را، اهل توحید را، مسلمین را، به دیدن جمالش نصیب بکند. پیامبر دعا میکردن. پیامبر دعا میکردن که اللهم اني اسالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقدرتك احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم اني اسالك الخشيه في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت بله واسالك لذة النظر الى وجهك الكريم. پیامبر دعا میکردن. پیامبر خیر البشر، خاتم الانبیاء و المرسلین، خلیل الله، میگفتن که و اسالک لذة النظر الى وجهك الكریم. الله از تو میپرسم، از تو مسئلت دارم، از تو سوال میکنم که لذتی نظر کردن به جمالت رو به ما نصیب بکن. این چقدر لذت دارد. تمام لذت ها در زیر لذت جمالی، در زیر لذتی نظر به جمال الله نابود میشه. لذت دیگر نیست، لذت حقیقی. تمام زیبایی ها در زیبایی جمال الله نابود می شود. زیبایی دیگر نیست، زیبایی الله. ان الله جمیل یحب الجمال. الله اینقدر زیبا هست و وقتی که به الله نظر میکنی، الله اینقدر زیبا هست که از زیبایی الله لذت میبری. الله اکبر، الله اکبر. پس این است عقیده اهل سنت و الجماعه.